رابطه هنری جدید غزال عنایت با جاوید شریف و افشای حقایق تازه آریانا سعید عصبان جاوید شریف. چرا جاوید شریف خواسته با غزال عنایت کنسرت مشترک برگزار کند؟ این کنسرت در کدام تاریخ و در کجا برگزار خواهد شد؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نام آشنا در میان هنرمندان و هنر موسیقی افغانستان است. غزال عنایت طرفداران و رقیبان خاص هنری خود را دارد. غزال عنایت همیشه خواسته آهنگ‌های بیشماری برای علاقمندان ثبت و نشر کند و در دل علاقمندانش جایگاه هنری خاص کسب کند. جدیداً غزال عنایت خواسته با جاوید شریف، هنرمند عاشقان اخوان و یک تن از هنرمندان محبوب و سرشناس افغانستان کنسرت مشترک را در چندین شهر بزرگ کانادا برگزار کند. جاوید شریف برگزاری کنسرت ها با غزال عنایت را با کمال میل پذیرفته است و قرار است این دو برای اولین بار آهنگ عاشقانه هم ثبت کند. این همه در حالی است که جاوید شریف همیشه کارهای هنری خود را با آریانا سعید و پیش میبرد، ولی جدیداً آریانا سعید دیگر نخواسته با جاوید شریف کنسرت هایی برگزار کند و وی بر ضد آریانا سعید خواسته با غزال عنایت کنسرت های در شهرهای بزرگ کانادا برگزار کند. این را همه میداند که جاوید شریف با صدای خاص و انجره اطلاعیش همه ساله در 14 فوریه روز عاشقان آهنگ های عاشقانه برای علاقمندانش نشر می کند. من هم منتظر برگزاری این کنسرت غزال عنایت و جاوید شریف خواهم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان غزال عنایت و جاوید شریف به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.